جاتون خالی؟ دیشب توی مهمونی 7 تا پیک چای دارگوزی خوردم. با این حال خیلی روبرو بودم، راحت میتونستم رانندگی هم بکنم، ولی چون خیلی مسئولیت پذیرم با تاکسی رفتم خونه. آفرین. ولی منظور از رانندگی همون دوچرخه سواری خودمونه دیگه، نه؟ حالا بی خیال دیگه سلطان. خب دیگه چیکار کردی؟ چیزی یادم نمیاد. صبح که به خودم اومدم تو رخت خواب بودم، فقط یکم تنم درد میکنه و سرم درد میکنه. بی‌ناموس، با تاکسی کجا رفتی؟ مهمونی که خونه خودشون بود. واسه سوال نشد موبایلت کجاه؟ موبایل؟ راست میگی؟ یکی جان، شما دیشب تا ساعت 3 صبح روی تیربرق جلو خونه ما تشریف داشتید. غار چقدر حالم خوبه. غار واسه کلام غارغار میکردی و میگفتی من عقابم. غار من یه عقاب تنها و خسته هستم. غار میخوام پرواز کنم. غار آخرش هم افتادی پایین مثل گوه پخش شدی. من بی‌ناموس مثل خر دلا شدم تو رو بردم خونه. موبایلت هم بالا تیربرق جا مونده. الدنگ یکی برسه به دادم دلمو به یکی دادم از